مرد نزد پیامبر صلی الله علیه و سلام اومد. ایرا میگن رکانه ابن عبدیزید میگن شه. وقت دوره پیامبر ده بود. یک بگیم انسانی بزرگ بوده، یک آدم بقوت بگیم ده، خیلی بوزبالای هیچ کیره ده گوشتینگ ده یکون چی زده نمیتونیست ده. میگه یک روز صلی الله علیه و سلام محمد پیامبرمون دعوتش کرد به اسلام. مقصد اسلام بیار. میگه این شخصیت چی گفت؟ گفت هر دومون وای میکنیم گوشتینگ میگیریم کمی رو خوون. اگر مرا مقصد زدی گوشتینگ ده من اسلام میارم. مقصد که اگر نتونستی خلاصا نیده اکه از گوش کنیم با دقت و اخیره. پیامبر صلی الله علیه و سلام وای شد روزی شد. میگه قطعش گوشتینگ گرفتن زدش پیامبر صلی الله علیه و سلام. بعدا میگه ایمان آورد. این یک روایت شد. دیگر روایت خیلی اومده که همین گفتش که مثال ایمان بیار همونجا چی گپ زده میگن ایمان آورده. و بعضی روایت دیگه هست که میگه بعد فتح مکه مثال آدم خودش ایمان آورده. خلاصه رزنگلازی چند منینی اومده و برای همین این آدم هیچ گفتی گفت چی کردن نمیتونست که پیامبر صلی الله علیه و سلام میگه گوشتینگ دادن 3 بار میگه در جبهه کردن همون 3 بار خوابونش میگه واسه زدش. گپ در بوزبالگی و گفتی گپ در بقوتی و باینست ایمان همه چیز بقوته برادر عزیز فهمیدین. برای همین الله اسلام کنه با نماز باشین. رمضان اومده است ان شاء الله. بهترین ویدیو رو ما بهر شما پیشکش میکنیم. شما ابونه شین، دستگیری کنین، پدیلیت سکنین، دستو کوشین. چیزی که بگین ان شاء الله در کامنت بنویسین. ان شاء الله ما در مسئله ویدیو میکنیم شما حلاوت برین. سلام علیکم.